Hi learners, how are you doing? سلام بچه‌ها، چطورین؟ خوبین؟ خیلی خوش اومدین به این ویدیو. امروز قراره که گرامر سکند کاندیشنال یا همون شرط نوع دوم رو آموزش بدم که قبلش هم شرط نوع اول رو گفته بودم. لینکش رو بالا میذارم، حتما اون رو ببینید اول و بعد برید اینجا. از الانم بابت کیفیتی که یه ذره اون ویدیو علاوه صدا داشته عذرخواهی می‌کنم، اما خب بهتر شد بعد از اون. خب بریم سراغ این که اصلا کاندیشنال ها چی هستن. کاندیشنال یا همون جملات شرطی توی انگلیسی تنوع زیادی دارن. تقریبا 5 نوع هستن. زیرو، first، second و third و در آخر mixed. هر کدوم اینا کاربرد و فرمول های خاص خودش رو داره. چیز میتونه به نظر چالنجینگ باشه، یه ذره چالش برانگیز باشه، اما واقعا قابل درک شدنه. یعنی حفظی نیست، واقعا میتونید متوجهش بشید و این خیلی آسونش میکنه. چیزی که در مورد همشون اهمیت داره اینه که هیچ کدوم رو جای اون یکی نمیتونید استفاده کنید. هر کدوم واقعا کاربرد مخصوص خودش رو داره. اما چند تا نکته هست که تو هر کدوم میتونید استفاده کنید و در واقع یه بچه اشتراکیه بینشون. بچه اشتراکی اول اینه که تو تمام جملات شرطی ما 2 تا کلاز داریم. همه این 5 تا این فرمول رو دارن. یکیش هست if clause، کلازی که شما توش if رو قرار میدید. شرط دیگه بالاخره ایفی باید توش باشه. و کلاز دوم رو بهش میگن main clause. اوکی. پس یه بچه اشتراک دارن، اونم که همشون از 2 تا کلاز تشکیل شدن، 2 تا عبارت. اوکی. قانون دوم اینه که بازم اشتراک داره. شما میتونید جای این کلازها رو با هم عوض کنید. بهتون میگم چجوری. خب قبل از اینکه اون نکته رو بهتون بگم، میخوام اول خود سکند کاندیشنال با هم بریم یاد بگیریم. میرسیم به اون نکتهشم. سکند کاندیشنال، شرط نوع دوم. میخوام براتون چند تا مثال پای تخته بذارم و با هم کشف بکنیم که کاربردش چیه، فرمولش چیه. میخوایم پیداش بکنیم که چطور در واقع ساخته میشه. نمیخوام یهو اصل کارو بهتون بدم. به تخته نگاه بکنید. من اینا رو از پیش آماده کرده بودم که وقتمون کمتر گرفته شه. اوکی. Sentence number 1. If I were you, I would drive more carefully in the rain. Number 2. Paula would be sad if Jan left. If dogs had wings, they would be able to fly. Okay, جمله یکش بریم. If I were you, اگه من جای تو بودم, I would drive more carefully in the rain. اگه جای تو بودم تو بارون با آهستگی بیشتر رانندگی میکردم. بچه ما میتونیم جای هم دیگه باشیم؟ نه. این امکان وجود داره؟ خیر. پس possible نیست که ما بخوایم جای هم دیگه باشیم. اصلا این واقعیه که ما بتونیم جای هم دیگه باشیم؟ هم چیزی هم نمیشه دیگه. پس ریل هم نیست. خب دیگه چی؟ اگه بتونیم جای هم باشیم داریم چیکار میکنیم؟ داریم از قوه تخیلمون استفاده میکنیم. داریم تخیل میکنیم، تجسم میکنیم. پس در واقع کلن ایمجینری موضوع، چون هر چیزی که پاسیبل نباشه، ریل هم نباشه، در واقع میشه ایمجینری، تخیلی میشه. در واقع مفهوم گرامر سکند کاندیشنال پس چیه؟ ایمجینری بودنشه، تخیلی بودنشه. هر چیزی که توی واقعیت جا نشه، ممکن هم نباشه، با چه گرامری گفته میشه؟ سکند کاندیشنال. پس این شد کاربردش. حالا بریم با هم ساختارش رو پیدا کنیم. گفتیم که 2 تا کلاز داره. این میشه کلاز اولش که ایف توش قرار داره، با یه ویرگول هم از این یکی جدا میشه. درسته؟ کلازی که ایف توش هست چی داره زمانش؟ یه فعل داره. زمان فعلش چیه؟ were چیه؟ گذشته. آفرین. پس ایف ما میشه به علاوه پست. کلاز دوم چی داریم؟ would داریم. would drive. کلاز دوم ما پس با چی شروع میشه؟ با چه فعلی؟ would. could هم میتونه باشه؟ بله. منفی هم میتونن باشن. در واقع این میشه فرمول second conditional. میگی نه؟ بیا جمله بعدی رو ببین. Paula would be sad if Jan left. ناراحت میشد پاولا اگه جن میرفت. حالا که نرفته، پس تخیلیه.
imaginary. درسته؟ چه اتفاقی افتاد؟ اول ویدیو بهتون گفتم میتونید جاشون رو عوض کنید. این نوع جمله عوض شدنشه. اینها ایف افتاده دوم، would اومده اول. پس این حالت تغییر یافتشه. یه علامت اینجوری میذارم که بدونید این جابجا شده. همونجوری که گفتیم would کلاز دوم بود که چون جابجا شده اومده کلاز اول و کلاز دوم ما فعل گذشته داره. همونجوری که گفتیم if با past اومده. Yeah? Number 3. If dogs had wings, they would be able to fly. اگه سگا بال داشتن میتونستن پرواز کنن. خب حالا که ندارم پس این کاملا impossible, imaginary, unreal همه اینا هستش. همچنان اینم ایمیجینریه. فرمولش چجوریه؟ اگه داشتن این میشه کلاز اول که ایف ما با چی اومده؟ با had اومده و کلاز دوممون همچنان would هستش. ما میتونستیم would رو با could هم جابجا کنیم. درسته؟ حالا بریم با هم چند تا مثال منفی بریم. Okay. If I were you, I wouldn't drink that coffee. اگه جای تو بودم من اون قهوه رو نمیخوردم. If I were you, I wouldn't sign that contract. اگه جای تو بودم اون قرارداد رو امضا نمی‌کردم. If I had a car, I wouldn't take the bus. اگه ماشین داشتم دیگه اتوبوس نمیگرفتم. خب حالا که نداری پس حالت منفیش یا میتونه wouldn't و اینا منفی بشن یا میتونه قسمت اولش مثلا اگه اینجا فعل ساده دارید این میشه didn't have، این دوتا هم که میشن weren't. اوکی، الان با هم یه 2-3 تا تمرین حل میکنیم تا بهتر براتون جا بیفته. برو بریم. خب خیلی خوش اومدیم به ادامه این ویدیو. برای حل کردن تمرین 1-2 تا با هم حل میکنیم، بعد دوباره ویدیو رو پاز کنید، بقیه‌اش خودتون انجام بدید و چک بکنیم با هم. گفته که complete the sentences with the correct form of the verb to make second conditional sentences. فهم السؤال نصف الجواب. اینو همیشه یادتون باشه. قراره که با جملات second conditional کامل کنیم. خب فرمت سوال چه شکلیه؟ توی پرانتز به ما 2 تا فعل داده. فعل اول جای خالی اول، فعل دوم جای خالی دوم. و قراره که با ساختارهای present second conditional اینا رو جای درستش قرار بدیم. If I found a good job، اولین جمله if I found a good job I'd move to the US. اگه کار خوب پیدا می‌کردم میرفتم آمریکا. چرا شده found؟ چون که ما اینجا if داریم. گفتیم ifمون به علاوه past باید باشه. وقتی گرامر حل میکنید، اگه یه گرامر جدید رو یاد گرفتید، خلاصه واسه خودتون فرمولش رو بنویسید اون گوشه. تو راحت حل کردنتون و حافظه ویژوالیتون کمک میکنه که یاد بگیرید. پس اونم که باید would میشده دیگه، مخفف بودم آپاستروفیه. Number 1. We a dog if we a yard. get و have داریم. We اولیش با would شروع شده، خیر. پس باید خودمون would رو بذاریم. We would get a dog if we had a yard. این از اون برعکس شده هاست. علامت میذارم اینجا. Number 2. If you Indian food, I'm sure you like it. فعل try و like رو هم داده. میخواسته بگه که اگه تو ایندیان فود امتحان میکردی حتما ازش خوشت میومد. If you tried گذشته Indian food, I'm sure you would like it. حالا ویدیو رو پاز بکنید، برید بقیه‌اش رو 3 تا 10 انجام بدید. تشریف بیارید با هم چک کنیم. خب و اما سوال 10 رو خودم خواستم نکته دارش کنم. بچه من اینجا هم نوشتم weren't هم نوشتم wasn't و wouldn't حالا be happy.
اولا اینکه وقتی شما فاعلتون I هستش توی second conditional اجازه این رو دارید که were استفاده کنید. همیشه میگید I was happy. اینجا بخواید بگید اگه happy بودم میتونید بگید were happy. پس اینجا I هم میتونه با was بیاد، هم میتونه با were بیاد. اوکی. و نکته دوم که توی first conditional هم بهتون گفته بودم اینه که شما کلاز های دومتون رو توی گرامر هایی مثل این و first conditional میتونید وودش رو حذف کنید و کودش رو حذف کنید و یهو فعل گذشته بذارید. مثلا اینجا if I were you به جای که بگیم I would drive more carefully میگفتم I drove more carefully. یهو اینو گذشته میکنم. انگار دو تا گذشته ساده پشت هم داره تو جمله میاد. Paula would be sad if Jan left. اینو میتونیم بگیم Paula was sad. بیشو برمیداریم. اونم میره. یهو میشه was sad if Jan left. If dogs had wings they would be able to fly. اینو یه ذره فکر کنید بعد به من بگید چه شکلی میتونست باشه. They were able to fly گذشته میشه. اوکی. پس میتونه که هر دوتا کلاس هم اون زمان کلاس اول رو داشته باشه. اینم از این درس از گرامر. بسیار بسیار گرامر مهمیه. امیدوارم که خوب یاد گرفته باشیدش. اگه سوالی داشتید توی کامنت ها خوشحال میشم بهش جواب بدم. Good luck تا ویدیوی بعدی.